من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميع مسلمانان، برادران اهل اسلام، همدیاران عزیز. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. بر ما شما معلوم است امروز خدا خواهد در تمام روی دنیا یکی کسلی های خدا خواهد این ویروسی در تمام دنیا امروز وجود دارد. امروز این مسئله دال و ضربی است. خدا خواهد برای همین خدا خواهد ما با شما عزیزان توصیه میکنیم که در این روزها باید که ما و شما خودمون احتیاط کنیم، طبق سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم شیشتن در خانه خدا خواهد، دائم شستن دست ها خدا خواهد، در وقتی به ضرورت به کوچه نبرمدن انشاءالله، فرزندان زیر تربیه خدا خواهد نگاه داشتن خدا خواهد انشاءالله، در وقتی ضرورت در کوچه ها به نقاب خدا خواهد انشاءالله به کوچه برمدن، در جایهای جمعیتی جمع نشدن خدا خواهد. خیلی که توصیه حکومت مونم است، توصیه های دین اسلام هم همین است خدا خواهد کدام دیوره که البته این بیماری خدا خواهد وجود دارد، اونجا کرانتین می شود، در اونجا یگان کس نمیدوید، یگان کس نبرمدن، همه این خدا خواهد موضوعی که پرتافت سادیان دائم تازگی و دائم پاکی نگه داشتن، این همش مسئله دال و ضرب شریعتی اسلامی عظیم است. برای ما و شما توصیه میکنیم دائم خدا خواهد در دعا باشیم. خیلی که ما و شما هم در خدا خواهد اکثر دو ماه در خدا خواهد سعیدی اینترنتی پرتافتیم که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. یا که بعضی علما آیت الکرسی را توصیه کردن بیشتر خوانم، بعضی علما سوره اخلاص، بعضی یعنی علما سوره فلق، بعضی خدا خواهد صلوات، دیگر مقصد از این همش یادی الله است. خدا خواهد خدا قرآن میگه استعیذ بالله فاذکرونی اذکرکم، یعنی شما یاد کنیم من هم شما را یاد میکنیم. چقدر الله ما یاد کنیم، الله البته ما و شما را یاد میکند. خدا خواهد امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی البته از تمام روی دنیا یعنی این بیماری بردارد. البته این بیماری از جانب خدا آمد، چون که القدر خیره و شره من الله تعالی. ما ایمان میاریم اصول دینی ما و شما از 7 چیز عبارت است که یکیش یعنی ایمان آوردن خدا خواهد به خدا، به روز قیامت، به فرشتگان، به کتابها خدا خواهد انشاءالله، و تقدیر نیکی و بعدی از خداست. این هم از خدا است. این سنجش خدا خواهد این چیز ما و شما خدا خواهد انشاءالله در سنجش الهی هستیم. البته خدا خواهد جای ترس ندارد، جای وایمه ندارد، فقط خودمون احتیاط کنیم خدا خواهد، مثل این توصیه عمل کنیم، به زودی خدا خواهد این بیماری از بین ما و شما خدا خواهد دور میشه. چون که عرفه ماه مبارک شریف رمضان اومده است. البته شما را تبریک و مبارک میکنیم. امید کنیم که الله خدا خواهد تا دور مدن این ماه مبارک این بیماری از ما و شما دور میکند، با مسجدای ما و شما گشاده میشود. خدا خواهد با انشاءالله یعنی جمعیت خامون نمازهای تراویح، ختمهای قرآن انشاءالله ادا میکنیم تا که خدا خواهد امیدی کلام داریم، چون که بنده با امید شیطان ناامید، الله انشاءالله خدا خواهد ناامید نمیکند. میگه دیگه انشاءالله دال و ضرب وظیفه ها خدا خواهد البته در این روزها کسانی که محتاج هستند انشاءالله خیر احسان کردن. خدا خواهد که درباره خیر احسان الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم برای ما شما بیان کرده است. بعضی سوالا شده است که بعضی خفیه داده شدن، بعضی آشکارا داده شدن، بعضی میگن که گویا که این اجر ندارد، گویا که ثواب ندارد، ثوابش کم است. خدا خواهد لکن الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 274 برای ما شما اعلام میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. قرآن و حق سبحانه و تعالی بیان میکنه که آنانی که نفقه میکنن مالهاشون نگفتن بر شب و بشب، بر یعنی روز، به پنهانه، به آشکاره، فلهم اجرهم عند ربهم. البته اجر این خداوند در نزد پروردگار است. ولا خوف علیهم. و در روز قیامت هم برای این گروهی که چی آشکار میتین، چی پنهانه و چی شبانه و چی روز میدین، انشالله خداوند برای ترس نیست، برای خفه شدن نیست. ببینید در تفسیر همین آیت حسین واعظ کاشفی یک خداوند حدیث پیامبر اسلام آدیان حضرت علی کرم الله وجهه، یعنی 4 درهم داشتیان، 1 درهم آشکاره خیر کرادیان، 1 درهم پنهانه خیر کرادیان، 1 درهم شبانه، 1 درهم روزانه. حضرت پیامبر اسلام خبر داشته پرسیدن که یا علی این چی کار است که میکنی؟ گفتن مبادا یک تاش خداوند انشاءالله به الله سبحانه و تعالی قبول میشود. ببینین از حضرت علی که خداوند این اصحاب کرام است، 4م وزیری خداوند محمد صلی الله علیه و سلم این کاری که کرد، ما هم کنیم خطا نیست. چون که پیامبر میگن اصحابی کن نجومی بی ای اقتدیتم اهتدیتم. صحابگان من مثل یک ستارگانند، کدامشون که تابع بین انشاءالله هدایت میبین. یا که ابوبکر صدیق در کشاف کتاب آوردیان، ابوبکر صدیق 4000 انشاءالله خداوند پول داشتیان، 1000 شب، 1000 روز، 1000 آشکارش پنهانه، یعنی خیر کردیم. بلکه ما خیلی که میکنیم چی آشکارا و چی پنهانه، البته الله سبحانه و تعالی قبول میکنن. برامین انشاءالله خداوند جزای خداوند خیر و احسان همش است، انشاءالله جنت است، همش نجات است. من برای شما خداوند یک حکایه خداوند حاتمی تای گفتگی در تاریخ گذشتگی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتگی هستند که بسم الله الرحمن الرحیم تأسفت علی موت 4 من الکفار. یعنی من افسوس کردم بر یعنی مرگی 4 یعنی تنی از کافران. 4 تنی از کافران من افسوس کردم گفتادیان که در دنیا کارهای خوب کردن لکه به ایمان رفتنشون رسول افسوس کرد. یکی همین یعنی انوشیروان، یعنی برای عادلیش. یکی دیگرش خداوند حاتمی تای اذیت سخاوت کردنش، یکیش خداوند امرائیل قیس گفتگی برای شعر گفتنش، یکی خداوند امکی من گفتن ابو طالب برای خداوند بسیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاردم کردنش، به ایمان رفتنشون رسول الله صلی الله علیه و سلم افسوس کردیم. ببینین 4 انسانی بزرگ در دنیا انشاءالله خوبی کردن، نیکی ها کردن، عادلی کردن، چی خیر احسان ها کردن، افسوس خود دادیم. برای من بعضی حکایه که حاتمی تای خداوند انشاءالله که در دنیا مشهور شدگی است، خداوند بعضی حکایه همینا رو میارم، گرچند کافر باشم اذیت خیر احسانش نزد الله خداوند قدر دارد، نزد انشاءالله مردم قدر دارد. چون که نزد الله قدر داشتن در کتاب انشاءالله خداوند که من مطالعه کردم در همین کتاب میگه برای سخاوت کردنش خداوند انشاءالله در سیقل خیرات کتاب بندن خداوند میگه که برای همین خیر احسان کردنش ممکن بین جنت و دوزخ الله جاش میتید. چون که هیچ کس از درگاهش خداوند محروم کردگی نیست. چون که سخاوتش خداوند تمام دنیا و خداوند مشهور شدگی است. شاعر میگه سخاوت کن هر کسی کو روان نبود، یعنی سخی روان نبود که گویم که دوزخی بود. یعنی انشاءالله خداوند کسی که سخاوت نمیشه دوزخی نمیشود. نه جوان مردی خداوند حاتمی تای تمام دنیا را فرا گرفت، اکثری دولت ها رسید، بلکه میگن از روایت ها این مشرق تا مغرب رسیدگی است. همین حاکم شام میگه چیکار کرد وقتی که شنید که تمام مردم که در بین جمعیتی به زبانی حاتمی تای ذکر میکردن، میگه چیکار کرد؟ میگه در غضب خیز، میگه دشمنیش برخواست، میگه گفت که من همین حاتم میسنجم چی آیا کنی چی همین کار اجرا کردن میتونه؟ نه. یعنی یک وکیل شفورسون گفت برای گفت 100 تا برای من شتری، یعنی سیاه چشمی سرخموی برای من عطا کند. وقتی که اون وکیل به حاتمی تای رسید، حاتمی تای که در میگه رحمش این شترها نبود، جزیره عرب چیکار کرد؟ تمام اهل عرب یعنی ندا کرد که کسی که همچنان اسب دارد به بهای بلند خداوند میخرم. 100 شتر میگه تیار کرد، ببینین آورد میگه و میگه حاکم شام در سفر برکنن میگه
وقتی که حاکم شام قبول کرد و بالای همون سر شتر پول از مال کرد و با طرف حاتم فرستاد. حاتم میگه یگان مالش قبول نکرد، با عوض این میگه چی اعلام کرد؟ کسانی که گفتن همین یعنی شترها را خدا خواهد برای من فروخت باشد با مالاش با خودش گردونده گیرد. حتی میگه یعنی زبانی حیرت گزید که از چی؟ انشاءالله خدا خواهد سخاوتی خدا خواهد چی؟ حاتمی تای. بینین این یکی که زیرین بود، چون که عزت اکرامی یعنی حاتم تمام انشاءالله خدا چی این چون مهمان دوستش هم، حتی که شیخ سعدی رحمت الله علیه در کتاب بوستانش چی میارد یعنی حکایه آوردن درباره حاتمی تای. قیصر میگه روم وزیر خودش گفت میگه وقتی که سخاوت میگه خبری سخاوت حاتمی تای تمام عرب و عجم فرا گرفت، گفت میگه برو حاتم یک اسب زیبا داشته است، اسب زیبا دارد. گفت همون بگو اسب زیباشه برای من چیکار کند، یعنی هدیه پدرکه کند. گفت برای من فرستادد. 10 نفر آمدن میگه نزدیک خانه حاتم. میگه قسم بیگا بود. وقتی قسم بیگا بود میگه هوا بارون باری سیل اومد، میگه برای مهمانداری کردن همون مهمانا شتر میگه چیکار کرد، یعنی همون اسب میگه یعنی ذبح کرد برای الله. همه میگه برای مهمانا خوروند. پگاه وقتی که بیدار شدن میگه از یعنی سبب اومدن و پرسیدن و گفتن که خیلی یعنی حاکم ما طلب دارد که یک اسبی خوب زیبا صورت داشته همون اسبش برای من هدیه کند. گفت افسوس که من برای شما مهمانی همون اسب چیکار کردم برای شما خوروندم. افسوس کنید که اینم انسان چیکار داره قائل شده خدا خواهد انشاءالله. ببینید تا همین اندازه تمام شاه ها تمام انشاءالله خدا خواهد یعنی مردم ها حاتم چیکار میکنن به هر گونه میسندینن. حتی پادشاه میگه یمن بسیار حاتم ده میگه رشکش اومد، خواست که حاتم چیکار کند به قتل رسوند. و یک جاسوس یافت میگه گفت میگه برو پیش همون حاتم میگه کشته بیا. وقتی که اون جاسوس میگه اومد نزدیک همون دهه حاتم نمیشناخت، خود حاتم کتیبا خوری کرد. میگه حاتم کتیبا خورد. وقتی که حاتم و قبول کرد مهمانش کرد، وقتی که پرسید مقصد چی است، گفت که مقصد من کشتن حاتم است. گفت نباشد شب گفت میشود من خدا خواهد خونه که حاتم خواب میرود نشان میدیم همونجا میدره حاتم میکشی. قبول کرد. میگه وقتی که ضیافت خوردن قسم شب شد حاتم میگه یک خانه را نشان داد و همونجا دور میگه بالاش یک متریال پرتافت و آماده مرگ شده ایستاد. میگه ببینید وقتی که اون جاسوس دور مد خواست اول حاتم کشد، گفت بس یک بار اول جمالش بینم. این خدر حاتم تعریف میکنه یک بار جمالش بینم بعد در دست من است که کشتنش. میگه وقتی که روی یعنی پرده را کشید دید که حاتم همون انسانی که برای ضیافت داد. گفت من تیار آماده مرگ است، سری من گیر پیش همون پادشاه بر توبه کرد. ببینید تا چه اندازه خدا خواهد انشاءالله سخاوتمندی خدا خواهد این چیزا همش خدا خواهد در دریامون خواهیم که شما را هم خدا خواهد انشاءالله نزد الله خدا خواهد. امروز که محتاج ها هست، امروز خدا خواهد انشاءالله احتیاجمندا که بسیار هستند، امروز عین خدا خواهد زمان عین خیر است، عین احسان کردن است. خدا خواهد این معنای خودش صدقه بخشش است، یعنی بخشش کردن این مال است خدا خواهد. و یکی دیگرش نزدیک شدن به خدا است به عوض چی همین یعنی این صدقه چی است مالی است خدا خواهد. حکم شرعی مثال دو صدقه داره ما شما در شریعت هم، صدقه واجبی و نفلی است. و نزد جمهور و نزد مذهب ما و شما امام اعظم رحمت الله 3 قسم است. فرض است خدا خواهد، واجب است، نفل است. فرض نه خدا خواهد زکات میدهد، واجبش نه مثل صدقه فطر خدا خواهد یعنی اوشل میدهد، یعنی نافلگیش نه خدا خواهد. من ماه رمضان که میاد الحمدلله یعنی بعد خدا خواهد روزه دارد افطار کردنم این یکی از صدقه خدا خواهد نافلی است. برای این ما شما همون خدا خواهد تیار باشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله که یعنی سخاوتمندی یک درخت است، تمام شاخهای همون درخت در روی زمین است. کسی که انشاءالله خدا خواهد به همون چنگ اندازد و یا به جنت میبرد. بخیلی گفتن یک درخت است، شاخهای و در روی زمین است. کسی که بخیلی کند و از مال خود صدقات و خیر احسان نکند و گفتن چنگ اندازد به دوزخ میبرد. برای این ما و شما طاقت عذاب الهی نداریم.
همیشه خدا خواهد انشاءالله ما و شما میخواهیم که خدا خواهد چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا خواهد الله نزدیک شیم، این دنیا نم آخرت نم نجیم. حتی که حاتمی تای بینین بعدی وفات کردنش هم خیر احسان کرده است. همون قبرستانی که حاتم خواه رفتگی بوده است، این حکایت در کتاب فتوحات نامه آمدگی است. وقتی که یک کاروان میان و یک پای شتر شمعی میشود، اون شتر انشاءالله چیکار میکنن؟ یعنی ذبح میکنن، خورده میشینن، بس صحبت کرده میستن، میگن اگر همین حاتمی تو زنده میبود همین شتری ما هم میداد. میگه حاتم در خواب فرزندش دور من میگه، فرزندش گفت که میدانی بچم فلان کاروان نزد همین قبرستان ایستادیان، یک شترش همین خیل شد یعنی ذبح کردن، اون شتر خدا خواهد استعمال دارن، همین شتر بوده ویان تگو که پدرم تعیین کرد که همین شتر بوده ویان ته ارزه دارم. وقتی که خورده ایستاده بوده میگه یک بار یک جوان میگه یک شتر میگه گرفته آورد، گفت این چی است؟ گفتم پدرم من در خواب نصیحت کرد که همون فلان آدم ها در همونجا ایستادیان، یک شتر خدا خواهد مجروح شد، همین شتر برای حتی که چیکار زبانی انشاءالله خدا خواهد حیرت دادیم که حتی بعدی وفاتش هم بینن حاتمی تای سخاوت کردیم. برای این سخن کنیم انشاءالله خدا خواهد، سخن بسیار است، امید میکنیم که خدا خواهد انشاءالله موضوع پیشترم در این باره مکمل خدا خواهد درباره صدقات برای ما و شما گفته بودیم. خدا خواهد انشاءالله حتی که فرشته ها هم به صورت انشاءالله خدا خواهد گداگی ما و شما را میسنجیده است. مبادا نزد خانه ما و شما یگان طلبنده، یگان انشاءالله خدا خواهد جوینده بیاید، البته محروم نکنیم، چون که هیچی نداشته شما القول طیب صدقتون، گپ خوبم انشاءالله صدقه است. باید که دل انسان نرجونیم، چون که دل میگد نظرگاهی جلیل است. حضرت مولا میگن کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. انشاءالله خدا خواهد کعبه را با ابراهیم بنا کردگی یک سنگ است، لیکن دل انشاءالله خدا خواهد نظرگاهی جلیل است، چون که حدیث قدسی نه الله میگه استعیذ بالله ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدا صورت شما را نگاه نمیکند، خداوند مال شما را خدا خواهد نگاه نمیکند، بلکه دل شما را. ما و شما خداوند دلمون درست کنیم، نیتامون انشاءالله خوب کنیم، چی نیت کنیم خدا خواهد الله میرسوند. البته خدا خواهد همیشه در دعا باشیم، همیشه از الله سبحانه و تعالی چی کنیم؟ ما و شما دعاهای خوب کنیم که بزودی، یعنی این بیماری بزودی، این تشویش بزودی خدا خواهد این چیزا را از ما و شما دور کند. زیرا ببینین مسجدها امروز بسته داریم، ببینین حتی اینکه علماها به یکدیگر صحبت کردن دشوار شد، به یکدیگر دیدار دیدن صحبت شد. ببینین یک عادی ترین بیماری که الله در بین ما و شما جمعیت پرتافت، اینم از جانب خدا هست. امید میکنیم که الله سبحانه و تعالی بزودی خدا خواهد انشاءالله ما و شما خدا خواهد از این چیز دور میشیم. برای همین در این خدا خواهد امتحان ما و شما یک جای باشیم انشاءالله خدا خواهد، بلکه ما و شما یک تن یک جان باشیم. مهر، عاقبت خدا خواهد، حرمت، آدمگری را خدا خواهد از دست ندهیم. همیشه با نسبت بیشتر به یکدیگر مهربان باشیم، چون که آدم به آدم غنیمت است. این دنیا دنیای گذراست، دنیایی که اندک وقت میگذرد، لیکن انسان چی میماند؟ نامش میماند، انسان نیکی هاش میماند، انسان خیرش میماند، انسان خوبی هاش میماند. در باب صدقات میگن اگر یک انسان در دستش درخت باشد و مرگ بیاید، اول درخت شناند و بعد جان به حق تسلیم کند. لیکن مرگ جای نیست که شما را فرصت یاد. مقصد چی؟ همون درختی که میشنانید انشاءالله خدا خواهد چه انسان میخرد، چه انشاءالله خدا خواهد حیوان و دیگر سو میخورد، همش در عالم برزخ البته ثوابش با شما رسیده میشه. برای همین در اینجا صحبت خدا خواهد به پایان میرسونیم. همیشه سربلند، همیشه الله سبحانه و تعالی ما و شما را از بلاهای ارضی و سماوی در پناه خود نگهبان باشد و آنچه آرزوهایی که داریم خواه دینی است و خواه دنیای به فضل و کرمش برآورده خیر بگردانند. اسلام عزیز در تمام ادیان دنیا خداوند ان شاء الله عزیز و مکرم بگرداند. عیناً مسافرایی که ما
کسانی که در سفر هستند خداوند سفرهای با برار، صحت برده، سلامت، با کیسه های پول، با رویهای سرخ، نزد خاندان، نزد وطن عزیز برگشتنش رو الله نصیب بدارد. ما شما عزیزان همچه امانت میسپاریم، الله سبحانه و تعالی همچه امانت شما را قبول کند. الله سبحانه امانت نگهدار است، همچه امانت صحت و سلامت، با دو روزهای نزدیک دیدار یکدیگر دیدن، نزد خدا خواهد پدر و مادر، نزد خواهر و دار، نزد خویش و اقربا خدا خواهد برگشته با خرسندی و بالای خرسندی کردن را الله سبحانه و تعالی برای ما شما نصیب بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.